گادپوری یکی از گنگ ترین رپرهای نسل 4 که متولد سال 74 اهل استان گیلا می باشد. پوریا بشیری به نام هنری گادپوری که اهل استان گیلان است به عنوان یک رپر زیرزمینی ایران شناخته می شود که سعی کرده در ایران بماند و مهاجرت نکند. در اسفند سال 401 ویدیویی از تصادف او با یک خودرو پرشیا حین ضبط ویدیو منتشر شد که مورد توجه هواداران خیلی زیادی قرار گرفت. او بعد از آغاز فعالیت‌های خوانندگی در زمینه رپ به گادپوری شهرت پیدا کرد. او در زمینه آهنگ‌های رپ و هیپ هاپ فعالیت دارد و تاکنون توانسته یک آلبوم در موسیقی رپ منتشر کند و از جمله خوانندگانی مانند زیرو 21 کید، هیپاپولوژیست و چرسی میباشد که در این زمینه فعالیت می‌کنند. او مدت زمان نسبتاً کوتاهی است که فعالیت خود را به عنوان رپر شروع کرده و به همین دلیل در لیست رپران نسل 4 قرار گرفت. در حال حاضر پوریا طرفداران زیادی بین علاقه‌مندان به رپ گنگ فارسی به دست آورد. او با توجه به این که توانسته جایگاه خوبی در رپ فارسی به دست بیاره، به همین دلیل این روزا برخی از رپرهای نسل جدید در تیم او قرار گرفتند تا به این گونه بتوانند میزان شهرت و معروفیت خود رو افزایش بدن. خب گایز، دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی و معرفی خواننده بعدی، خدا نگهدار.